وارد بعد مادی وجود بشیم و لذت ببریم و تجربه کنیم بودن رو، ادراک بیواسطه بودن. برای همینه که اینقدر در عرفان اشاره شده به اینی که در لحظه باید زندگی بکنی. هر آن چیزی که تو میخوای در همین لحظه وجود داره، نه در آینده و نه در گذشته. هیچ خبری نیست. فقط تنها چیزی که وجود داره همین لحظه است و این رو کوانتوم فیزیک داره اثبات میکنه. در این لحظه همه چیزهایی که در جهان مادی وجود داره برای تو در دسترسه. یه مقداری مفهومش ثقیل میشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی داری به این مفهوم فکر میکنی میگی نه خب الان من بنزمو ندارم که. ولی از اون بعد اگر بخوای اثباتش بکنی قابل اثباته. در ادامه دقیقاً میخوام اینو بگم. پس بنابراین ما گفتیم آقا یک منبع فرکانسی وجود داره که این منبع فرکانسی فرمان میده و وقتی فرمان میده ارتعاشات و موج اتفاق میفته. اون موج انرژی ها رو جهت میده به سمت یک پیوستگی و اون پیوستگیه مدام در حال تغییره. درست شد؟ اصل آنتروپی هم دقیقاً داره همینو میگه بر جهان مادی آنتروپی حاکم است. آنتروپی یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی در بعد مادی ماندگار نیست. استیبیلیتی در بعد مادی معنا ندارد. همه چیز در بعد مادی بارها و بارها از هم گسیخته میشه به هم پیوسته میشه. از هم گسیخته میشه به هم پیوسته میشه. پیر شدن انسان دقیقاً یعنی آنتروپی دیگه. حتی پلاستیکی که ما میگیم تجزیه ناپذیره تجزیه پذیره، زمانش بیشتره. بالاخره یه جایی از هم گسیخته میشه، یه جایی از بین میره. درست شد؟ تو قرآن هم باز دوباره این آیات رو داریم. سلسله آیاتی که میگه شما از منید و به من باز میگردید. انا لله و انا الیه راجعون. شما از منید و به من برمیگردید. این خدایی که داره میگه تو از منی منظورش چیه؟ یکم بریم جلوتر. این حرکت مداوم اجزای هستی که مدام در حرکتن و هیچ لحظه‌ای نیست که هیچ آنی نیست که در سکون باشن، چیه میخواد به ما بیامونده؟ آیا قراره میخواد چیز خاصی به ما بیامونده؟ آیا توی این درسی هست؟ اگر ما توی داستان‌های نقل شده از بزرگان عرفان بخوایم یه مقداری ریزتر بشیم میبینیم که اونجا هم مدام از رقص صحبت شده. انگار این جهان حاصل یک حرکت عظیمه ولی اون حرکت موزونه، یعنی یک هارمونی بر اون حرکت حاکمه. حرکت در جهان هستی اتفاقی نیست. روی یک نظم مشخصی تمام اجزای هستی دارن میرقصن، همه موزونن. میدونی چی میگم؟ تمام اجزای هستی در رقصند و شعرا عرفای ما به این موضوع اشاره کردن که میگن جهان در رقصه و تمام اجزای هستی در رقص و پایکوبی هن. همیشه این رقص و پایکوبیه همون چیزیست که کوانتوم فیزیک بهش رسید. همون موضوعی که اشاره کردم بهش، هسته اتم و الکترون هایی که دارن حول این محور هسته اتم دارن میچرخند و بین هسته اتم و اون الکترونی که در دورش میچرخه 99.9 تا 9 فضای خالیه و اگر یک لحظه به هر دلیلی الکترون ها تصمیم میگیرن اعتصاب بکنن و نچرخن و نرقصن و حرکت نکنن، جهان هستی در لحظه نیست میشه، هیچی نمیمونه. این چیز، این بعد مادی که ما داریم درک میکنیم و میبینیم حاصل رقصه، حاصل حرکته. یک کنایه و تعنیی به ما نیست برای اینکه بودن اونقدر لذت بخشه، یعنی دارن اون بودن رو جشن میگیرن. دقیقاً. باریکلا. ما 100 ساله، 100 و خورده ای ساله که کوانتوم فیزیک این رو اثبات کرده، ولی 700 سال پیش مولانا دقیقاً تو اشعارش اشاره کرده که آقا جهان داره میرقصه.
جهان حاصل رقص و پایکوبی مداومه. باید برقصی تا از این قاعده عقب نمونی. رقص سما داشت چیکار میکرد؟ میومد میگفت چون تمام اجزای هستی در حال رقصند، تو هم برقص. این رقص، این طرب، این شادی اصلی ترین بعد ساختار جهان مادیه. ما میخواستیم جلوتر بهش برسیم، ولی خب الان دیگه حالا هر چقدر بیشتر بتونی با این هارمونی سینکشی، بیشتر به صلح میرسی، بیشتر به منابع مالی، به منابع مادی دسترسی پیدا میکنی. خیلی از ما این دسترسی هامون به اون بعد مادی بسته شده برامون، قفل شده انگار زندگیامون. انگار خیلی آرزو داریم که مونده همش، هیچ کدومش اتفاق نیفتاده. و بعد همه اینها رو در قالب یک سری عقده ها از دل مثلا این جهان هستی اچش خداوند میبینیم. تو نخواستی که نشد، تو که غنی میتونی بدی، چرا نمیدی؟ در صورتی که تو اون تعریفه دقیقا خداوند خودش رو کاملا کشیده کنار، میاد میگه آقا تو جزئی از منی، من جزئی از تو هم، ما یکیم با هم. چرا فکر میکنی من چیزی جدایی از تو هم که من باید برای تو کاری رو انجام بدم؟ از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، من نیستم. تویی. خب میخوای به همه چیز برسی، پاشو برقص، پاشو تو این آهنگ طربناکی که تو این جهان هستی همیشه در حال پخشه، پاشو موزون شو، پاشو تو هم برقص. این رقصه دم از اون رهاییه داره میزنه. رسیدیم به مفهوم فرکانس. خب که گفتیم این فرکانس رو ما براش یک منبع قائل شیم و بگیم آقا اون منبع فرکانسیک داره جهان هستی رو کنترل میکنه. چجوری؟ توسط ارتعاشات، وایبریشن. منبع داره وایبریشن صادر میکنه و اون وایبریشن داره بسته های انرژی رو کنترل میکنه و بهشون شکل میده. درست شد؟ این رو فیزیک کوانتوم اثبات کرده. فرکانس ها دارن ارتعاشات رو کنترل میکنن، ارتعاش موج میزنه، بسته های انرژی، پاکت های انرژی رو تغییر میده و اون تغییر به هر شکلی که اون منبع بخواد در میاد. مغز انسان کارخونه تولید فکره و فکر همون دستگاه تولید فرکانسه. اینها رو که دیگه فیزیک داره اثبات میکنه. یعنی ما توسط مغزمون میتونیم در هر لحظه هر چیزی رو تجسم بکنیم و تو اون تجسم فرکانس هایی رو از مغز، منبع لایزال تولید فرکانس، مغز انسان، صادر بکنیم که توسط اون فرکانس ها ارتعاشات و وایبریشن هایی رو ایجاد کنیم که اون وایبریشن ها بیاد روی پاکت های انرژی تأثیر بذاره، که اون پاکت های انرژی به شکلی که ما تجسم کردیم تغییر شکل بده و ماده رو به وجود بیاره. حالا این موضوع میخواد دقیقاً چی رو بگه به ما؟ میخواد بگه از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. تو خالقی، تو خود خدایی، خدا تویی، دنبال چی میگردی؟ حالا خیلی راحت تر میشه اون مفهومه رو توضیح بدم. جهان هستی چیه پس؟ جهان هستی تویی که گسترش پیدا کردی در بعد مادی. من میخوام بگم بعد مادی وجود، جهان هستی، فیزیک کوانتوم میخواد بگه بقیه خودته. من و بقیه من، کل کائنات، کل هستی بقیه منه. و برای همینه که خداوند در قرآن از ضمیر ما استفاده میکنه اکثر اوقات میگه که ما مقدر کردیم که این بشود، ما این کارو کردیم. ما وقتی میگه ما
یعنی من و بقیه خودم که میشیم ما.